در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 دهه سوجینه جماعت دهات سوجینه 1252 نفر خوانندگان از آن جمله 622 نفر دختران فراگیری تحصیل می باشند. شماره آموزگاران باشد 56 نفر را تشکیل می دهند. بنای مؤسسه سالهای 80 عصر گذشته با طرح خوبی موافق با شرایط تحصیل ساخته به استفاده داده شده است. ماموریت و آموزگاران با سروری دیرکتور تازه انتخاب مؤسسه نرزاللویف سعدالله کوشش میکند تا شاگردان را در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی تربیت دهد. این بود که خط کنندگان مؤسسه همه ساله اکثریتشان توسط مرکز ملی تستی به دانشگاه‌های کشور داخل شده هنگام ختم در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت برای پیشروی کشور عزیزمان کار و فعالیت می‌نمایند. شتوری که سروری مؤسسه نرزاللویف سعدالله به ما گفت ختم کردگان مؤسسه در کدام ساحه‌ای که فعالیت داشته باشند یا در مهاجرت مهنتی به مؤسسه و آموزگاران احترامی بی‌اندازه دارند و همه ساله در وقت تعمیر کمک می‌نمایند که من از این کاری خیری آنها منت دارم و به کارهایشان برای کامیابی آرزومندم. من دیرکتور مؤسسه تحصیلاتی میانه رقمی 2 نرزاللویف سعدالله عباداللهیویچ در مؤسسه 1350 نفر خوانندگان می‌خواند. از این جمله 670 نفر دختران میباشند. برای اینها 62 تا آموزگاران درس میدهند. مؤسسه پر از زمستانگذرانی گذشت. خب 15 تن انگشت سنگ و 16 متر کوبی هیزم جمع کرده شد. چه که در برنامه‌های پیشین قید کردیم آموزش زبان‌های خارجی در مد اولی راهبریت عالی کشور قرار دارد. از این رو آموزگاران فن‌های مذکور کوشش دارند تا شاگردانشان را در اساس نشاندادهای وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ریاست معارف ولایت سوات و شعبه معارف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند به راه ماند که به این یک درس زبان روسی را نواربرداری کردن ما مثال شده می‌تواند. من خوجه اسفندیار شکرلایویچ آموزگار فن زبان انگلیسی می باشم. ما جوانان از دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان از آن جمله از دستگیری های سازگار سر وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان خیلی خرسندیم و وعده می دهیم که برای تعلیم و تربیت نسل نورس سهم ارزنده خود را گذاریم. همچنین باید قید کرده گذاشت که پیشوای معظم ملت به واسطه نسبت آموزش زبان های روسی و انگلیسی دقت جدی می دهند. ما جوانان در پیروی پیشوای ملت همیشه در آن می‌کوشیم که سیاسی خردمندانه ایشان را دستگیری کنیم. سال گذشته دستپروران مؤسسه در آزمون المپیادها شرکت ورزیده جایهای نمایان را اشغال نمودند. مخصوصا در المپیاد شهری از فن زبان روسی 3 نفر اشتراک نموده 1 نفرشان به جای اول 2 نفرشان باشد جای سوم را سزاوار گردیدند. My full name is Yulash Visloydin Abakelish. My full name is Yulash Visloydin. My family is very big. I have a father, a mother, 2 sisters, and 1 brother. My father name is Abu Bakr. My mother name is Munira. My father is a doctor. My mother is a housewife. I am a student. I am a pupil. I am a class from 9th. My sister is married. My brother is a student. My brother is student. Our class, our school is very big and very beautiful. السلام علیکم. من خواننده صنف نهمی و محمدشاه و پریوش. من در المپیاده از فن اطلاعات رفتم. من در مکتب میانه عمومی رقم 2 میخوانم. راهبری صنف ما مخالقه و مهرانگیز می باشد. من در عائله 5 نفرم. من در آینده میخواهم که در آزمون ها اشتراک کنم و نام مکتب خودمان را به بلندا بردارم. من محمود آوا فرنگیز در صنف نهم ب میخوانم. من در مؤسسه تحصیلات میانه نومری 2 تحصیل میگیرم. من در آزمون یعنی المپیاده از فن الگبر اشتراک کرده ام. راهبر صنفمان شهابه و نصیبه می باشند. ما در عائله 5 نفر هستیم. پدرم، مادرم، خواهرم، دادرم و من می باشم. من در آینده خدا خواهد در آزمون ها اشتراک نموده مکتب ناممان را در بلندها بردارم. من اسم زینب شهینه ایوبم در صنف 8 و میخوانم. من المپیاده
الگبرا به شهر رفته آمدم که آموزگاری الگبرا شهابا نسبی می باشند. من در آینده در المپیاده ها اشتراک کرده جای اول را گیرم. من بابا کلانم مشهوره در صنف نهم ب میخوانم. من از المپیاده بیولوژی به شهر رفته آمده ام. من در آینده باز به المپیاده ها رفتن میخواهم. من در آینده دکتر شوم. من قناعت و نازیه در صنف نهم و میخوانم. به شهر به المپیاده رفتم. من در آینده میخواهم که به المپیاده ها رفته در مکتب نام خودمان را به بلندها ببرم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوانان را آینده سازی ملت گفتند و همه وقت دستگیری می نمایند. جوانان باشند به این غمخوری های پیشوای ملت با محنت صافدلانه خدمت می نمایند. همه آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 2 کوشش به خرج می دهند تا شاگردانشان همه موضوع ها را از بر نموده در آزمون المپیاده ها شرکت ورزیده نامبردار مؤسسه خود گردند. تابلت گذاشته ما درباره جسوری نکوکار و گربه بدکردار. بچه ها خیلی علم جسوری نکوکار و گربه بدکردار. جسور چی است و گربه حیوانی چی است؟ خیلی باید گربه بدکردار جسوری نکوکار. جسور چی است؟ جسور موسیقی آره گربه چی است؟ گربه حیوان. حیوان چی گونه حیوان است؟ ایار. حیوانی باز چی گونه است؟ باز که میگوید آفرین حیوانی چی گونه است؟ حیوانی هیلگر ایار مکر. گوید خوانندگان عزیز اکنون ما درباره موضوع امروزه درباره افسانه کلچچه کمی با همراه شما میگذریم. مرحمت، خانچه، بابا، بیبی، کلچچه مرحمت و تخته سید کنید. مرحمت دوام دیگران خرگوشک، تیرسک، گرگ، روی باش مرحمت برید. بچه ها با دقت گوش میکنید. در یک خانه در آن خانه بابای و بیبی یعنی کمپیر و بابا زندگی میکردن. روز بابا با بیبی میگوید کمپیر یک کلچچه پختده میگوید و کمپیر از سرفه آرد رو گرفته کلچچه میپزد و کلچه رو در نزد چی میماند؟ تیرزه میماند و کلچچه در نزد تیرزه ایستاده زیق میشود و از خانچه برآمده و جنگل رفتن میگیرد. امروز موضوع ما مدل راسیونالی. ما میدونیم که مدل ها یک چند نمود است. مدل کوادراتیک، ایراسیونال، راسیونال هم جمله امروز ما مدل راسیونالی که آن مدل ایراسیونالی میگوییم که اگر مدل ما از اشاره تحت ریشه عبارت باشد. تحت ریشه رو ما رادیکال میگوییم، یعنی از همین اشاره رادیکال عبارت باشد اگر ما این رو مدل ایراسیونال میگوییم. مدل راسیونال ما برای حل کردن همین رادیکال رو از درجهش استفاده میبریم. وقتی که در درجه رادیکال عدد ننویسته باشد میدونیم که مامان من این رادیکال چی معنا رو داشت؟ معنای کوادرات رو داشتن. برای همین در درجه این ما میدونیم که کدام عدد است؟ عدد 2 است. از همین درجه استفاده برده مدل رو هر دو طرفش رو ما با درجه میبرداریم. یعنی با درجه گفتیم چند گفتیم درجه اینو؟ 2 گفتیم. یعنی هر دو طرف رو مدل هم هر دو طرف برای ifade بودن هر دو طرف رو با قوس میگیریم و اون رو با درجه یعنی با کوادرات میبرداریم. همین طور قید کردن جایز است که کلکتیو آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 2 با دستاوردهای نظررس 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را پیشواز خواهند گرفت.